مشکل مالی از کجا میاد؟ مشکل مالی یا بالا رفتن دلار یا هر چیزی که شما بگی، گرون شدن اجناس، هر چیزی شما بگی، اینا کجا داره اتفاق میفته؟ اینا درون ما داره اتفاق میفته. جهان بیرون جهان درون ماست. حالا تو فرکانس در یه حدیه که اون چیزها رو داری تجربه میکنی. یعنی تو وقتی یه جایی میگی دلار داره گرون میشه، اونجا گیر کردی، برای همه گرون میشه دلار یا نه؟ برای همه گرون نمیشه. یه سری دلار گرون میشه سود میبرن، به نفعشونه. یا اصلا تو ایران دارن زندگی میکنن، اصلا در مورد دلار و در مورد فقر و این چیزا صحبت نمیکنن. همش روز به روز دارن پولدارتر میشن، روز به روز دارن میلیاردرتر میشن، روز به روز یه سری هم روز به روز دارن فقیرتر میشن. هست دو طرف هست. شما انتخاب میکنی که تو کدوم مسیر باشی. شما انتخاب میکنی، من انتخاب میکنم. منم اگه الان بشینم اخبار نگاه کنم، در مورد چیزا صحبت کنم، فرکانسم میاد پایین، پولامم از دست میدم، میرم تو فرکانس افراد جامعه. چطوری من میتونم رو به بالا حرکت کنم، به سمت بالا برم؟ با چیزهایی که نگاه میکنم، با چیزهایی که گوش میکنم، با چیزهایی که در موردش صحبت میکنم، با تکرار این داستان هر روز، هر لحظه، هر روز، صبح تا شب، 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 خودمو میکشم میبرم بالا. چشم و گوشتون رو ببندید و چشم و گوشتون رو باز کنید روی اون چیزهایی که دوست دارید و خرد جمعی، آگاهی جمعی روی یه چیز تمرکز کنه، اونو تغییرش میده. اینا به جایی که بیان روی شوک‌گذار فراوانی، روی فرکانس‌های مثبت تمرکز کنه، همه چیزو تغییر بدن، اینا برعکس دارن رفتن روی فرکانس‌های منفی، اونا رو دارن. اکثریت جامعه تو این فرکانس